تغذیه سالم و مناسب برای حفظ سلامتی بدنمون بسیار مهمه. در ادامه این ویدیو به شما توضیح میدم که چه نوع غذاهایی برای سلامتی بدن مناسبه. اولیشون میوه‌ها و سبزیجات هاست. مصرف میوه و سبزیجات به طور منظم برای بدن ما لازمه. اونها حاوی مواد مغذی مهمی مثل ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها هستند. این مواد به بدن ما کمک میکنه تا سالمتر باشه، از بیماری ها دور باشه و انرژی بیشتری داشته باشه. همچنین میوه ها و سبزیجات حاوی فیبر هستند که برای گوارش بسیار عالیه. پس خوردن میوه و سبزیجات مهمه. بعدی محصولات غله‌ای هست. محصولات غله‌ای که شامل برنج قهوه‌ای، نون، گندم، جو و ذرت هستند، حاوی ویتامین‌های گروه‌های آهن، بی، منیزیم و فیبر هستند. فیبر به گوارش بهتر، احساس سیری بیشتر، کنترل وزن کمک می‌کنه. لازم به ذکره که خوردن بیش از حد غلات ممکنه موجب چاقی هم بشه. و در آخر میرسیم به منابع پروتئین. منابع پروتئینی از جمله ماهی، مرغ، گوشت، تخم مرغ، سویا یا لوبیا و مغزها مثل بادام و گردو و فندق برای ساخت بافت‌های بدن، تقویت سیستم ایمنی و تامین انرژی بدن خیلی ضروریه.